سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با آموزش پرورش زالو در خدمت شما هستیم. خب توی قسمت اول میخوام تجهیزات مورد نیاز برای پرورش زالو رو به شما بگم. مهمترین چیزهایی که نیاز این ظرفای جار 10 کیلویی برای پرورش 150 تا لارو مناسبه. بعد از 4 ماه تراکم زالوها باید نصف بشه، یعنی توش هر ظرف 10 کیلویی که 7.5 لیتر آب توش جا میگیره، بعد از 4 ماه 75 تا زالو بیشتر نباید توش باشه. اما اول که لارو کوچیک هستن تا 150 تا هم میشه توش قرار بگیره. بعد بالای این ظرف‌ها باید از توری استفاده بشه. این لاروها که ریز هستن و تازه به دنیا اومدن از توری هم رد میشن، حتی اگه 3 لا و 4 لا بزنیم. برای همین من از پارچه مسخال استفاده کردم. این پارچه بسیار ریزه و لارو هم نمیتونه ازش رد بشه. به زالوهای تازه به دنیا اومده میگن لارو. تجهیزات مورد نیاز دیگه تشت هستش. تشت و سبد و با پنس، اینا نیازه برای تعویض آب، برای تغذیه کردن زالوها مورد استفاده قرار میگیره. مخزن آبم باید در کنار زالوها باشه که دماش با زالوها یکسان باشه. چرا از مخزن استفاده میکنیم؟ چون که آب شهری کلور داره، باید 24 ساعت داخل مخزن قرار بگیره تا کلورش از بین بره. بعضی وقتا هم 24 ساعت هم قرار میگیره، این کلورش از بین نمیره. ما از پمپ هوا استفاده میکنیم تا کلور آبو از بین ببریم. پمپ هوایی که من استفاده میکنم هایلا مدل اکو 328، قدرتش خوبه و کلور آبو از بین میبره. از طریق این لوله ها به داخل مخزن هوادهی میکنیم. تجهیزات مورد نیاز دیگه که ما باید استفاده کنیم دماسنج میله‌ای هستش. این دماسنج برای اندازه‌گیری دمای آب زالوها و اندازه‌گیری دمای خون برای تغذیه کردن زالو مورد استفاده قرار میگیره. دمای آب زالوها باید چیزی حدود 20 درجه باشه، 20-21 درجه باشه. بعد دمای سالن هم باید از طریق کولر خنک باشه و دمای سالن باید 17 تا 21 درجه باشه تا زالوها در دمای خنک و مرطوب بتونن خوب زندگی کنن. از دماسنج دیجیتالی هم استفاده میکنیم برای اندازه‌گیری دمای سالن. بعد از آمونیاک سنج برای اندازه‌گیری آمونیاک آب مورد استفاده قرار میگیره. نباید آمونیاک آب بیشتر از نیم باشه، در اون صورت باید آب زالوها عوض بشه. بر اندازه‌گیری آمونیاک هم دستورالعملش پشت ظرفش نوشته شده. از آمونیاک سنج واهب استفاده میکنم. بعد کلور و پی اچ آبم باید با اینا اندازه‌گیری بشه. کلور آب باید 0 باشه. دستورالعمل استفاده از اینا هم روی ظرفاشون نوشته شده است.
pH آبم باید چیزی حدود 5.6 تا 7 باشه، تا 7.6 هم باشه اوکیه دیگه، بیشتر از این نباید باشه. بعد از ابر برای خالی کردن زالوهایی که داخل ظرف ها میچسبن مورد استفاده قرار میگیره. ابر تخلخل داره و باعث میشه که زالو نتونه بهش بچسبه. بعد از ترازوی گرمی هم باید استفاده کنیم برای اندازه‌گیری وزن زالوها، اندازه‌گیری داروهایی که به زالوها قرار بدیم. از قیف و رودم برای تغذیه کردن زالوها مورد استفاده قرار میگیره. اکثر چیزا رو بهتون گفتم. کولرم نیازه. تجهیزات لازم برای پرورش زالوها همینا بودن. هر کسی که بخواد زالو پرورش بده باید تمام تجهیزات مورد نیازش رو اول بدونه، بعد اگه توانایی اجراش رو داشت بیاد سمت این کار. آب زالو هم باید هفته 1 بار عوض بشه تا زمانی که تغذیه صورت بگیره. بعد تغذیه 1 هفته هر روز آبشون عوض میشه. 1 هفته 1 روز در میون، 1 هفته 2 روز در میون و بعد از 1 ماه دوباره هفته 1 بار. با چنل محمد زالو همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا انرژی بگیرم و آموزش‌های بیشتری در مورد پرورش و تکثیر زالو خدمت شما عرض کنم. هر سوالی داشتین تو کامنت از من بپرسین. خداحافظ.